برادری پرسیدند که آیا بوسیدن صورت و بدن همسر در موقع روزه را باطل می کند یا خیر؟ از سلیمانی حسن و تشکر ویژه دارن از شما. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می کند. برادری پرسیدند که آیا بوسیدن صورت و بدن همسر در موقع روزه را باطل می کند یا خیر؟ از سلیمانی حسن و تشکر ویژه دارن از شما. بوسیدن یا موارد دیگر که به عنوان مقدمات جماع هستند یا به صورت مداعبه از اونها تعبیر می شوند، از نظر شرعی جز شکننده های روزه نیستند و ثابت شده از رسول الله صلی الله علیه وسلم که میگویند که کان یقبل و یباشر و هو صائم، که در حالت روزه این کار رو انجام میدادند. و حتی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یک روز اومد این مسئله را از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کردند و رسول الله یک تشبیه جالبی کردند، نگفتند که جایزه یا حرامه. و حضرت عمر این سوال رو کرد که بوسیدن در هنگام روزه حکمش چی هست؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه و فرمودند که اگر روزه باشی آب در دهان بکنی، مزمزه بکنی هنگام وضو، حکمش چیه؟ گفت هیچ اشکال نداره، این که جایز هست. رسول الله صلی الله علیه و فرمودند که فمه، خب این هم حکمش همین هست، یعنی بوسیدن در هنگام روزه دقیقاً مانند مزمزه کردن آب و گذاشتن آب در دهان است در هنگام وضو و هیچ گونه ممانعت شرعی ندارد. منتها بسیار از فقها در صورتی که این منجر به تحریک قوی بشود و منجر به جماع بشود گفتند که خودتون رو در واقع کنترل بکنید و به خاطر اینکه در گناه نیفتید این از این هم مقدمات هم باید پرهیز بکنند. اما اگر به صورت یک بوسه هست و السلام قضیه تمام میشه، هیچ گونه اشکال ممانعت شرعی نداره و موجب شکستن روزه نمی شود، ولو این که زن و شوهر هر دو تا تحریک بشوند و اون مایعی که به عنوان مزی شمرده می شود که بر اثر تحریک جنسی خارج می شود، ولو این که اون مایع هم خارج بشود، باز هم موجب شکستن روزه نمی شود.